خب دوستان عزیز، ما دیدیم که یک محصول رو چطوری تبلیغات میکنه، محصول فروشاتشان به چی بستگی داره. یک نکته خیلی اساس هسته. بازم برای شما توصیه میکنیم شما اگر در وبسایتتون 50 رقم محصول اضافه نبکنید، مثلا ماوس کامپیوتر یا هم باکس یا غیره و غیره چیزای هر چیزی استفاده نبکنید. فقط یک دو تا محصول را استفاده بکنید و همون دو تا محصولی که اضافه کردید را روزانه یک دو تا ویدیو ازش بگیرید، محصول جلوی درتون بخواهید و هم استفادهشون بکنید، هم ازشون فروشاتشون را داشته باشید. دوستان عزیز، ما برای شما یک نمونه نشان میدم. ما شخصا خودم اینا را هم از استفاده میکنم، هم ویدیو میگیرم. میبینید و همچنین این در آمازون هم ویدیو میگیرم، هم از استفاده میکنم برند است. میبینید دوستان عزیز، و همچنین میبینید شما باید محصولی که میفروشید باید ویدیوش هم بگیرید، استفاده خودش هم بکنید. اگر از ویدیوهای ما خوشتون آمد دوستان عزیز، لطفا لایک سابسکرایب بکنید، ما رو دنبال بکنید. و نگفتن ما دوستان عزیز که ما خیلی کارهای مهم رو برای شما انجام میدیم، ما محصولات رو نشان میدیم و همچنین راه فروشات این چیزا رو ما رو دنبال بکنید دوستان عزیز. خدا نگهدارتون باشه.